الهی با امید تو. دوستان سلام، انشالله که حالتون خوب باشه هر جا که هستید. خوشحالیم که با ما همراه هستید. کماکان در روند شناخت بیشتر فیلمسازان جوان و به خصوص فیلمسازان کوتاه و در نهایت استعدادهای درخشان و آینده سینمای سرزمین خودمون در حال جستجو و گشت و گذار هستیم. امشب شاهد فیلمی به نام سهم من ساخته سرکار خانم فریبا اباظری خواهیم بود. سلام. سلام. شب شما، وقت شما بخیر. حالا شب و روز برنامه مشخص نیست خیلی. انشالله که خوب باشین. خیلی ممنون که دعوت من پذیرفتین. برای مخاطبین آنطور که مایل هستین خودتون رو معرفی بفرمایید. من فریبا اباظری هستم و در حال حاضر روانشناس کودک و نوجوان. پیشتر زمانی که این فیلم رو می ساختم یک فیلمساز و عکاس بودم فقط. زنده باد. از چه سالی شروع کردین به فعالیت‌های فیلمسازی و عکاسی؟ 19 سالم بود با سینمای جوان. اولین فیلمی که ساختم به نام پیخوابی شاید سال فکر کنم 69 بود. بله 69 بود، انجمن سینمای جوان مشهد. زنده باد. بعد چندمین فیلمتون هست این کاری که امشب خواهیم دید؟ این کار توی فیلم‌های کوتاه پنجمین فیلمم هستش. پس ماشاءالله خیلی وقته که حسابی. فیلم بلندم کار کردین تا حالا؟ فیلم بلند مستند بیشتر کار کردم، بعد داستانی نه. رشته تحصیلیتون فرمودین که روانشناسی بوده؟ ارشدم رو روانشناسی گرفتم ولی نقاشی خوندم، به صورت آزاد هم که فیلمسازی و عکاسی خوندم. سینما چطور دغدغه شما شد برای؟ داستانش خیلی میره به زمانهای قدیم. من خب تصویر رو خیلی دوست داشتم، از کودکی نقاشی میکشیدم، اما خب سینما رو اولین پروژکتوری که توی خونه ساختم بهش علاقه‌مند شدم. یعنی راهنمایی بودم، خاطرم هستش که به ما آموزش میدادن که چطور حالا عدسی ها و لنز ها و اینها رو بسازید. بعد من اومدم چند تا عدسی رو با هم ترکیب کردم، بعد پوستایی که موقع پرتقال توش میذاشتن نازک بود، اونها رو جمع میکردم میذاشتم صافشون میکردم، بعد میبردم روش نقاشی میکشیدم و میرفتم حالا با اون در واقع عدسی و لنزایی که داشتم اینها رو در واقع متحرکشون میکردم و خیلی دوست داشتم که این کار رو انجام بدم. و بعد دیگه این قضیه حالا ادامه پیدا کرد تا زمانی که دیگه بعد از دیپلمم با سینمای جوان آشنا شدم و اونجا تونستم که فیلمسازی بخونم. مهمترین دغدغه‌تون الان چیه به عنوان یه فیلمسازی کوتاه در کوتاه؟ الان دیگه دغدغه‌ام واقعا کودکان سرزمینم هستن و اینکه بتونم به سمتی ببرم، حالا اگر میخوام فیلمی بسازم، اینکه والدین رو نسبت به رفتارشون با بچه‌ها آگاه کنم، چون تمام آسیب هایی که الان توی اجتماع ما هست، مخصوصا الان میبینیم تو حوزه نوجوانان مخصوصا خیلی زیاد شده، همه برمیگرده به کودکی، به نوع رفتاری که والدین با بچه‌ها داشتن، نوع گفتگوشون، اینکه نتونستن اون تعاملی که باید رو بچه‌ها برقرار بکنن و اون تربیت درست رو داشته باشن و الان ما داریم آسیب‌هاش رو توی اجتماع می‌بینیم. حالا به هر شکلی من فکر می‌کنم خب هنر چون زبان جذاب و دلنشینیه، مثلا هنر سینما، اگر ما بتونیم این رو بیاریمش توی سینما به طور غیر مستقیم خوشگلش کنیم و خوشمزه‌اش کنیم، نه مستقیم به والدین بگیم، شاید ان شاءالله بتونیم یه تاثیرات خوبی بذاریم. زنده باد که به هر حال نیتتون برای فیلمسازی کماکان یک دغدغه اجتماعی هست، صرفاً برای جذابیت‌های خود سینما نیست. البته خب سینما جذاب هست، برای خب اون دغدغه‌های پشتش جذاب‌تره. پنجمین فیلمتون بود فرمودین؟ بله. 4 تای قبلی چه سیری رو طی کردن، به کجا رسیدن؟ اونها هم جشنواره‌های داخلی بودن، جشنواره خارجی هم چند تا شرکت داده شدن. اونها موضوعش در رابطه با زنان و کودکان بود، هر در واقع اون 4 فیلم قبلی. موضوع اون هم در واقع، حالا موضوعاتش رو فکر نکنم الان بخوام بگم اینجا، وقت فرصتی نیست. به طور مستقل کار فیلمسازی رو انجام میدین؟ به طور مستقل. کاملا. سخته. خیلی سخته. من الان یه فیلم دیگه هم فیلم برداری کردم، به خاطر همین که مستقل هست تو مرحله در واقع تدوین و اینها مونده و هنوز نتونستم تمومش بکنم. ان شاءالله راه میفته. درباره ایده سهم من بگین. ایده سهم من البته خیلی سال بود که من بهش فکر می‌کردم که یه همچین چیزی رو دربارش، یا ابتدا می‌خواستم نقاشی بکشم ولی کشیدم اون چیزی که می‌خواستم در نیامد.
رفتم سراغ عکاسی با عکس اون رو اومدم در بیارم، باز دیدم که نشد. تا اینکه یکی از دوستانم که البته کتابشون هم حالا آوردم بعداً نشون میدم خدمتتون، متاسفانه توی پیک اول کرونا از بین ما رفتن. ایشون هم گرافیست بود، هم شاعر بود، هم نویسنده بود. کتابی نوشت که این رو وقتی به من هدیه کرد و من خوندم یاد تمام دغدغه‌های گذشتم افتادم. موقعی که 12 سالم بود یکی از همکلاسی‌های من خودکشی کرد و من اولین بار با پدیده فرار دختران از خانه و اینکه به هر حال اون تعصبات و اینکه چقدر تأثیر داره خانواده روی این مسائل آشنا شدم و همیشه تو ذهن من بود چرا باید این اتفاق بیفته. وقتی که مژگان کتابش رو بهم داد دیدم که وای دقیقاً منو برد توی اون دوران و دیدم که انگار که یه چیزی در درون من دوباره زنده شد که بعد این اتفاق بیفته. با یک حالا تحقیقاتی هم که خودم داشتم چون کار عکاسی می‌کردم منطقه سیستان بلوچستان، اونجا هم باز یه پروژه‌ای رو داشتم در رابطه با خودسوزی زنان توی اون منطقه که یه کار مستندی رو داشتم میساختم که بعد دیگه متوقفش کردم چون بعدش آقای اسکوئی یه کار خیلی قوی خوب با نام برقع ساختن، من دیگه اون رو موند تحقیقاتمون. اما اینا همه یکی شد و بعد از اینکه این کتاب به دستم رسید و دقیقاً حالا تو خود فیلم میبینید اون کادری که باز میشه دقیقاً نمادی از همون برقع هست برای من که و بعد حالا المان‌هایی که بعداً توی اون داستان مژگان گفته بود توی فیلم اضافهش کردم، دیدم که حالا در اون حسه در میاد. این چیزی که میخواستم بگم. البته که اگر الان میساختم طور دیگه میساختم اون فیلمو. اطلاعاتم الان خب بیشتر شده نسبت به مسائل نوجوانان و مسائل جامعه، ولی اون زمان به هر حال بضاعتم اینقدر بود. فیلم سال 95 ساخته شده. البته بسیار خوب، بسیار خوب. کنجکاویم که زودتر ببینیم. زنده باشید دوستان، بریم ببینیم با هم دیگه فیلم سهم من رو، ساخته سرکار خانم فریبا عبازلی.